چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. معلوم است که شما از سفر از صدای استان آمدید و همه شما میگفتید که تاثیرات شما چقدر و شما رو در اینجا چقدر پذیرفتند؟ سفر استان بسیار خوب بود، بسیار خوب پیشواز گرفتم، بسیار خلق ما را خوب دستگیری کرد و من راستی از رفتگی هم بسیار خرسند شدم، برای که با بسیار صنعتکارای مشهوری که در آسیا بودند، از مثلا چین، از ژاپن، از مالایزیا و از ایندیا و از تمام همین دولت‌ها آمده بودند. بسیار دوستی خوب شدیم و سرودی مستم اونا خودشون انتخاب کرده بودن و همون سرود سراییدم و از تمام سرودهایی که در اونجا سراییده شد، سرودی مستم سرودی بود که در اینترنت مثلا تماشابینش بسیار زیاد بود. میتونید زمزمه کنید؟ من امشب مثل هر شب مستی مستم، زی مستی شیشه غم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تا زنده هستم، با تو هستم. معلوم است که حاضر شما در سرودهای شما در کشورهای مشترک منافع و همچنین در رادیوهای آموز پخش کرده میشد و شنونده های خود را شما دارید. شما به همین چگونه موفق شده؟ یکمش شکر خداوند که به این روز رساند و دومش زیاد کار کردیم، باوری میکردیم که ما انشالله به همین روزا میرسونیم. اچ خیلی که میگویم این تنها سرشوی است، ولی همه چیز در پیش است. من تنها امسال 25 ساله میشم، بعد یک ماه در 25 سالگی هم فکر میکنم کم نیست چیزی که کار کردیم، به درجه یک خوب رسیدیم و انشالله دیگه ولی همش در پیش است. ما الان به مقصد خود نرسیدم و انشالله پرچم تاجیک دیگر در تمام دنیا میبرم. بسیار ژورنالیستان در هنگام با شما هم صحبت شدن درباره شبنم و نسبت‌های شما سخنرانی. شما از این سوال خسته نشدید؟ من تیار هستم همه وقت به همگی سوال جواب بدم. من از یگان سوال نمیگریزم. کدام سوالی که میخوام ژورنالیست‌ها به من بگن همون سوال جواب میدم. در تمام جامعه گفتم که با همراه شبنم فقط همکاری بود. مثلا 2-3 سال ما یک جای همکاری کردیم، بسیار یک پروژه خوب بود. لیکن الان باید هر یک نفر برای خود صنعت خود را نشان دهد. در آوازگی را پخشیدم وقتی که با همراهی یک دو نفر بین رو بیرم. بر من بسیار خوب است که وقتی من تنها کار میکنم، برای که تنها ما کمپانی خود داریم، کارگرای زیاد داریم و همه چیز ما خود کنترل میکنیم. مثلا الان همین تنهایی باید خوب است و فکری من برای من با قربانی تو یاری بدگمان یک لحظه سویم نگاه کن که دارم با تو چنگ به عاشقانه. با غیر تو به کسی دل ندادایم، ای سرایم شب و روز برای تو از سوز دل این ترانه. ملامتم نکنید پای مردم، میدانم یار سوختار تمام قلبم. نو بسته از آن شما همیشه در سفر هستش، ولی شما حرکت میکنید که نوروز را در تاجیکستان جشن گیرید. من نوروز باشد در شهر کانیبادان گذراندم. پیش از اون ما 2-3 روز کنسرت‌های خیریه‌ای داشتیم. من راستیگه کدام در کنسرت‌های حکومتی که ما را دعوت میکنن ما البته میریم خدمت میکنیم، برای که حکومت است، برای که چیزی خلق است. لیکن ما را زیاد وقت دعوت نمیکنن. من نمیدونم برای چی، سببش چی است مثلا. لیکن دعوت نمیکنن. مثلا اگر دعوت کنن ما بسیار میتونیم نمره‌های خوب مثلا تشکیل کنیم، بسیار یک درآمدی خوب، برای که این چیز ما از جهان بینی را ما این چیز بسیار یاد گرفتیم. من برای خلق، برای حکومت ما دیگر همیشه در خدمت هستیم.
лекин бояд даъват кунам. شما که در شبکه‌های اینترنتی موبایلی و فیسبوک فعال هستید و یک مفیسیروتی شما میتواند که با شما دوستی پیدا کند و همین با البته ما در تمام جا هم گروپ داریم، مثلا در ابنکلاسنیکی فیسبوک، مویمیر، مای اسپیس. تو که زیاده وقت مثلا منیجر و ادمنستراتوری که با در کمپانی ما کار میکنن اونا زیادتر میشنن. لیکن یعنی استفاده میبرند؟ بله استفاده میبرن با مخلصا سوال جواب در یک روز مثلا همگی شگوری تقریبا 500-400 خط میبرد در نوستان دنیا. باز همچنین وبسایت هم وبسایت خود دارم که با اونا. لیکن کاری که من وقتم خالی است حتما خودم میشینم با مخلصا سوال جواب، مثلا با کسی که نباشه با من یک سوال داد من که باشم در اونجا مینویسم که با سوالشون جواب مینویسم. من زندگی پسپردگی شده هستم. مثلا که پسرش یادونه شما طوری فرمون شد. البته این اینترویو من وقتی با تلویزیون آریانه افغانستان بود، نظیر خان که در واشنگتن زندگی میکنه، همون زنی که با همراه من صحبت کرد، وقتی با من همین سوال داد، او شاید فکر کنه که من میگفتم که من میخوام که فرزند من یکون تجارتکار شه و یا صنعتکار شه. وقتی من برای گفتم که من میخوام که فرزند من قاری قرآن شود، او دیگه یک چند ثانیه و من نگاه کرد شوک شد. بعد به کامرامن گفت که کش گفت کامرا تا گفت ولی استو اثر خیلی با همراه من سلام علیک کرد، گفت که من از امروز تو را دیگه رقم احترام کردم. بعد اینجا برای چی؟ برای که همین نفری که قرآن فهمه باور کنه دیگه زندگی او اصلا بهترین میشه. فرزند کلانی من باید من آرزو دارم که قاری قرآن شود برای که دیگه فرزندای مرا بعد تربیت کنه. در زندگی شخصی مثلا شاید یگان وقت شخصی بعد در خانه بشوم، برای که در تمام جا باید ما یک نه فقط سراینده، ما یک اکتوری هم داریم. هر روز یک توی میداره، هر روز یک محفل، هر روز با نفرها باید با هر یک نفر معامله یابید. همه وقت آدم خوب خورسندی کرده نمیتونه. برای یک چیز جمع میشه با همین چیز ما در خانه مثلا میبروریم و یک از داد میزنیم و یک از من خصلت‌های بدم دارم، خصلت‌های خوبم دارم. انسان همه انسان هم میرسم. من نمیتونم بیام که من بسیار نفری بچه خوب. نقشه‌های بعدی شما چگونه است؟ نقشه‌های ما انشالله یعنی بعد از چند روز کلیپی که ما در امریکا به نزدیکی ثبت کردیم بسیار با بودجت کلان که اولین کلیپ که در صفت جهانی است، رژیسور کلیپ بهادر یلدا شد که در مسکو است الان، که همون کلیپ‌های مکسیم و شهزاده و سگدیان و زهر و برنا کلیپ‌هاشون تیار کرده است. ما با امروز بسیار یک کلیپ خوب در لس آنجلس، در اریزونا، در همون طرفا تیار کردیم. از آهنگ رویل گلامیدینوف که در مسکو اونم بسیار یک آهنگساز مشهور است، او تیار کرد آهنگ رو و انشالله در نزدیکی باید تمام کانال‌های روسی که همین رو تیوی و موز تیوی ام تی وی این کلیپ‌ها رو ما باید نشر کنیم. انشالله یکمین قدم ما و همین بازار جهانی بیاد. برای همین خداوند نگهبان باشه، خلق دعا کنه دیگه همش میشه. منیم شو مثل هر شو مستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم